حضرت داود علیه السلام با حضرت عزرائیل علیه السلام دوست بودند. روزی حضرت داود علیه السلام از دوستش خواهش کرد: ای برادر، وقتی که مرا اجل رسید چند روز پیش مرا خبر بده تا که برای مرگ آماده باشم. حضرت عزرائیل علیه السلام قبول کرد. حضرت داود علیه السلام هفته را به 3 قسم جدا کرده بود و 2 روز را در میان بندگان خدا می گذراند و 2 روز دیگر را با اهل عائله خود و روزهای باقی مانده را برای عبادت خداوند جدا کرده بود. روز داود علیه السلام برای عبادت از زینه پایه ها بالا می رفت و چون در مابین زینه رسید عزرائیل علیه السلام را دید که از بالای زینه ها به پایان می فراید. حضرت داود علیه السلام سلام داد و پرسید: ای برادر، برای زیارت آمدی و یا برای کار دیگری؟ عزرائیل علیه السلام جواب داد: یا داود، از برای قبض جان تو آمدم. داود علیه السلام حیران شد: ای برادر، من تو را گفته بودم که پیش از مرگ به من خبری یا پیامی بفرست تا که من آمدن مرگ را بدانم و آماده باشم. چرا پیامی نفرستادی؟ عزرائیل علیه السلام گفت: ای برادر داود، به فرمان خداوند بر تو پیام ها بسیار فرستاده شد. داود علیه السلام گفت: به من هیچ پیامی نآمده است. عزرائیل گفت: یا داود، مگر نمی بینی که موی سرت سیاه بود سفید شد، قدت راست بود خمیده گشت، چشمانت روشن بودند تیره گشتند، دندانهایت ریختند و در 7 اندامت سستی پدید آمد. این همه پیام بود، تو از خواب غفلت بیدار نشدی. سخن کوتاه کن و فرمان خدا را بجا آر. داود علیه السلام گفت: زمان مرا امان ده که 2 رکعت نماز گزارم. عزرائیل جواب داد: نامه عمر تو را نوشتند. داود علیه السلام گفت: پس مقدار امانم بده که رفت از اهل خود پهیل طلبم. عزرائیل علیه السلام گفت: آیا خبر نداری که قبله تعالی پس هر وقتی که اجلشان رسد تأخیر نمی شود؟ این بگفت و جان داود علیه السلام را در بالای زینه قبض کرد. اجل پروای پیغمبر ندارد، اجل پروای سیم و زر ندارد. عجب رسمی است رسم آدمی زاد که جانش می رود باور ندارد.